انتخابات میشوه. ما همین انتخابات هزارها جوال داد میتمو. خدا این مهنت های یک 22 سالت با خدا که به دوستان نصیب کنه بچم دیگه بایش کن. اگر در همون انتخابات بچه مرا در قطار میموندن همین نوم خزانی دا کو من نوم بچه خود نخواد میزدم نوم شما را همین نوارا میدونم که کمتر بعضیات سخت میرسه یعنی که عصبی میشین عصبی نشین با میگم که چاپلوس این خطر بسیار بزرگ داره ما باید که از چاپلوسی اولا خودمون خودداری کنیم دیگه ما راهی نجات یعنی را بکنیم که مردم چاپلوسی در دست نزنن برای چاپلوسی نرون این رو ببینید در لوحه فرخار پیش انتخابات 2013 کمپیره این بچه بزاره یعنی که بچه‌هاش بزاره نخواد فرزندی که کلونش کرده او در خدمتش و در آینده باشه میخوازی یک پیانوسکا بلوش میدونی میگم ما چوال قاب میگیم ما یا قابچه قاب میده داد میتونم که این مهنتایی که 22 سال که به خدا نصیب کنه به هیچ که نصیب نکنه شما میدونید این گپش چی معنی داره اول نفر میگه که امامعلی در حق ملت خدمت کرد انا کمپیر جنایت کرد گفته که مهنتای امامعلی در هیچ که نصیب نکنه مهنتاش میگه در خودش نصیب کنه در هیچ که نصیب نکنه میگه ما دعوت میتونم که مهنتو در خود نصیب کنه و اگر میگه در این انتخابات بچه ما در باری نومیتون باشه نومش من میرم نومی بچه خود ما خط میزنم نومی تا خط نمیزنم چیکارش کنیم که این کمپیره نه چیکارش کنیم نه میگه که مجبور ما همین بسیار ما میگم میگیم ایش هم میگه او را مجبور کردن اوش هم میگه او را مجبور میکنن شما میدونید که با مجبوری ایدنیو بگذاری چی میشه حالت این ملاش مجبور او دکترش مجبور این ملیساش مجبور این کمپیرش مجبور او سرایندهش مجبور با مجبوری ایدنیو میگذارن جواب را کی میده شما میرم میتونید جواب بگین ولی ما در رفتی چی میپرسم زنگو ما میپرسن که همین مجبور ایدنیو میرون جواب را کی میده میشه بگو که در قبر یکی از رکن‌های اسلام یا که شعبه‌های ایمان همیه در قبر سوال جواب میشه ما باید ایمان به قبر داشته باشیم و سوال جواب قبر داشته باشیم که از ما میپرسن من رب که دینو که من نبیو که چی میگیم لا ادری گفتم میرین یا که ما مجبوریم گفتم میرین چی میگین در قبر تو که بعد ما مجبور میشیم با میگم که ایو نسل آینده را چاپلوس میکنن این هیچ دگپه این هیچ دگپه که ایو یاد میگیرن ولی همین برای چی نمی گپا میگن این همین کمپیر برای چی نمی گپا گفت ولی هم بسیار میگه خیلی دروغ گفته همین گپا میگه یکی از شوخی کرد همین گپا میگه رحمان وقت در هر ناحیه میره این مثلا همین فرخورد میره و یک ورقه در دستش بعد نقل میکنه از سال 92 یا که از سال استقلالیت در ناحیه فرخورد 4 مکتب بود الحال امروز اون با 40 مکتب تبدیل یافته است که این باعث افتخار است یا که میگه در سال استقلالیت در دهه نوبنیاد شما اگر 50 دانه حیوان 4 شاخدار بود امروز اونها به 300 دانه رسیدن این همین گفت ای سال استقلالیت میگه چی بات هر سال قریب سفر میکنی ای سفرها یک سالت بگو دیگه جامعه برش 20 سال اوسره انا برای همین که عینای گپای قوازیش عینای سفسطا و افسونوش مردم بزورن خوشو نگیره گوش کنن نتای کمپیر کودک هم میبرن بابا جانی من دیل جانی من ما تو را دوست میداریم ما مانی تو را انتظاریم برای که دقت مردم جلب کنه یعنی که یک خوی آدم میپرده اینا از اینجا بسیار شما بگن که یک خنده هم میکنن در این ویدیو برای چی برای که یک اینترس نشه همون جلسه اینترس نشه در مردم نمی رحمان فهمی کارا میکنه جلسه مجلس همون طولو همون صحنه را یعنی که یک عجایب کنه ده طریق کیف کنه آدمو برای همون در همون صحنه‌اش یا که همون میدانش یک نفر میبره یک نمود میخونه که مردم کیف کنه هیشور شوه دقت چون جلب شه نفر دیگه یک چیز بعد اموال میگه اکه بیا امیر روچکم بتمد بیا امیر روچکم بتمد بیا یک ساعت میگیره بیا همین ساعت بتمد اکه سلام علیکم. شما پادشاهی عزیز
هر ساله که خودت میاد جگتالی ما رنگی دیگه میگیره آبادیش دیگه میشوه زیباگیش دیگر میشوه همین سال با پای قدم خودت خاکای جگتال کپشکه گشته خب این کی بود؟ یک مسافر در ناحیه جلگتال. این مسافر چهرهش هم ببینید در اکران است. آخی با میگم که چاپلوسی نمیره میگم موضوع ما برای چیه؟ نه کمتر پس انشالله اعلان میکنم برای زنگ. چاپلوسی، دروغگویی، خودنمایی، خودشیرینکنی، مگس گردی لالی شیرینی این نمیاد. یک مسافر نمیدونم این در دنیا هست که دنیا رفته میتونه که امی خدای پیش خودش جرأت کنه دوشو کنه با امام علی خیلی مسخره بازی که خیلی پریکول کنه امام علی را شوخی کنه همین کارا میتونه که نه یک نفر که همین خیلی یکم بار ملاقات میکنه پریکول کنه امام علی را اگر بگه که خیلی شوخی کرد کارا نمیتونه که و غیر از این خیلی دروغ میگه همین جرگتال در وقت زنگ ها یکم تا جرگتال بشه زنگ بزنه که همین کدوم وقت کی یاد دارم ما کتابایی را که خواندم یا کینویی را تماشا کردم نشنیدم ندیدم که یک نفر اومده باشه خوکو کارتش کشیده باشه خوکو تیلو شده باشه هر سال میگم یا جلگتال دیگه خیلی میشه و این آبودیش دیگه میشه همین سال میگم با پای قدم خودت خوکو کارتش کشیده اونجا چند قبچه کارتشکا یک جای دزدیدن آوردن در پیش چشمی امام علی موندن که خرسان شود این مسافر امو را دیده نفهمیدم که خیلی دروغ گفتی اما خیلی باور کنیم تو همین مسافر باید که ای پنسیه ای نفقش گپ بزنه که چند ماه نفقش نگرفته اینا حالت حسابات گفت که 41 میلیون سومانی را امانت بانک جایی بگیم که خزینه یا که سوم دادگی نفقه خورای نموه 41 میلیون سومانی را دزدیدن پول نفقه خورا را درست نیست این همین مسافر نمیشد که از این که خوشامدی میگوی یک دروغ میگوی گرود میسوزه درباره نفقه گپ میزدی